میگویند که وقتی در جماعت ششتگیم بعد نماز مثلا وقتی دعا میکنیم باید که از الله تنها برای خدا همه جماعتمون مثال از الله طلب میکنیم که یا الله گناههای ما رو ببخش، این خیلی نبود، گناههای همه ما رو ببخش. اگر دعای جماعوی باشد بله همه رو دعا کنید، لیکن اگر خودتون باشد خودتون رو دعا کنید. خیلی خلق هم دعا کنید، مسلمان های دعا کنید، ثواب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که در حق مسلمان ها استغفار میزه به عددی مسلمان ها ثواب میگیره. ای الله تمام مسلمان ها رو بخش کنید. چند میلیارد مسلمان است، همشه در حقش دعا کرد. گذشتگانش هم گوید اگر اوهو در حق همین قدر آدم شما ثواب میگیرید، همین قدر آدم به نیکیتان میرسد. خاصتا اگر شخصی مستجاب و دعوت باشه، دعاتون قبول میشدگی آدم باشه، دعا کنید. مسلمان ها خودتون هم دعا کنید. لیکن نصوص قرآن و سنت رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. ای الله گناه مرا بخش. یکم ولی والدی پدر و مادرم را، ولی من دخل بیتی مؤمنا کدام آدمی که به خانه من در آمده است از مؤمن ها. کافران کافر استاد در آمدگی و دربر نمیرم مثلا. و من المؤمنین از مؤمن ها، خانه من به کدام مؤمنی که در آمده باشد و هم بخش. ولی المؤمنین و المؤمنات به تمام مؤمن مردها و مؤمن زنها رو مغفرت کن. اللهم اغفر لی ولی والدی ولی اساتیدی ولی من له حقهم علی. ای الله گناه مرا بخش، گناه پدر و مادرم را بخش، گناه استادانم را بخش و گناه آنهایی که بر من حق دارند، بر بالای من حق دارند، برای من نیکی کرده هستند، و تمام مؤمن ها و مؤمن زن ها و مسلمان ها و مسلمان زن ها. یعنی اسلوب دعا این است که اول خودتون رو دعا میکنید. آدمای مومد که اول کوب دعا کن، در قطار کوب ما هم تیگو میگن، لیکن این خلاف دستور قرآن و سنت است. اول خودت دعا کن، بعد پدر و مادرت، بعد استادت، بعد دیگرهای، بعد عموم مؤمن های.